ایمان من میرم و تو در امان باشی، ایمان من میرم و تو جاویدان باشی. درست فیض خیزد دائما از خاک فیض آبادی من، فیض فیض آباد باشد خانه آبادی من. این شب روز در تمام جمهوری دهها آبادی رفته ایستاده است. ساختن راه، بنگاه طبی، مکتب. بله. امروز مردم سربلندی زرکمر ناحیه فیض آباد تصمیم گرفتند چی اکا؟ یعنی میدانچه اسپورتی و برای کودکان نورسان باغچه سازند. از اونایی که در تمام دنیا هستند، انگلیس، امریکا، فرانسه، روسیه، خواهش داریم که برای آبادی دهها، برای منفعت نبیره و فرزندانتان یک تا زلی ورزشی بسازید که تمام چمپیون هایی که جمهوری ترکستان از دههای زرکمر شود. هر کاری خیر میکنید، خداوند خیراتون قبول کنه برادرای عزیز ما. بله، دستگیری همدیگر، پیر جوان، پیر برنا، جوانا شما رو انتظارم. اهل دیگه خواهش کردم ما از خود روسیه این لحظه همراه اهل جان که زادگاهش فیض آباد است برای شما این خیر رو پیشنهاد کردیم. فقط دستگیری از شما، ساختن از اهل دیگه. مردم زرکمر حشر میره، مردم زرکمر با پیش